سلام، به قسمت دوم آموزش با عسل خیلی خوش اومدید. امروز قراره که قسمت فوتو رو با همدیگه کار بکنیم و آشنا بشیم. وارد قسمت فوتو میشیم، میزنیم روش و عکس مورد نظرمون رو باز میکنیم. قسمت نوار پایین کنواس. وقتی که بخوایم سایز عکسمون رو عوض بکنیم، حالا میتونیم از اونجا اوکی کنیم. قسمت فیلتر هم همونطور که میبینید میتونیم رنگ عکسمون رو عوض بکنیم یا به صورت دستی عوضش بکنیم از قسمت ادجاست. این قسمت هم افکت های مختلف داره که همونطور که میبینید. قسمت بعدی بک‌گراند، میتونیم بک‌گراند اضافه کنیم به عکسمون. همونطور که دارید میبینید کلی بک‌گراند مختلف داره و میتونید انتخاب بکنید. با قسمت تمپلیت کاری نداریم چون نیاز به یه برنامه داره و ما حالا اون برنامه رو نصب نکردیم. اگر شما خواستین میتونید نصبش کنید. قسمت استیکرها قسمتیه که میتونیم روی عکسمون یه سری استیکرهایی که حالا دوست داریم اضافه بکنیم یا از قسمت گالری باز یه عکس دیگه اضافه کنیم روی عکسمون. قسمت تکست هم میتونیم متنمون رو بنویسیم. قسمت دودل میتونیم روش حالا خط بندازیم. نگاه کنید حالت فلش شدش. قسمت کات اوت هم میتونیم عکسمون رو پس زمینش رو بک‌گراندی که داره رو حذفش بکنیم و بدون بک‌گراند داشته باشیم عکسمون رو. قسمت پی آی پی هم میتونیم عکس اضافه بکنیم. قسمت کراپ هم میتونیم برش بزنیم. قسمت فریم هم میتونیم یه سر حالا شکل خاص بدیم به عکسمون، قلبی باشه، لوزی باشه، دایره باشه، فرق نمیکنه. قسمت روتیت رو وقتی بزنیم میتونیم حالا بچرخونیم عکسمون رو، چپ و راستش بکنیم. کلا تنظیماتیه که میتونیم روی عکسمون اعمال بکنیم.